رفقا، خوش اومدید به این ویدیو. آقا تو این ویدیو قراره یه اتچمنت بذاریم براتون. اتچمنت 117 درخواست کرده بودید، بازم اتچمنت های دیگه هم براتون تو این ویدیو میذاریم. خب بریم اول از HS شروع میکنیم. HS مازرش چوک برلش RTC درست. دوربین هم که نداره. بریم استوکش. استوک هم نو استوک هم میذاریم. این لگدگیرش فکر کنم، اگه لگدگیر باشه درست گفته باشه همین اولی هم میذاریم. اتچمنت HS مون تموم شد. بریم سراغ اتچمنت 117 لاوا. اتچمنت 117 لاوا. خب مازرش همینا بذارید براش، اسمش درست بلد نیستم. برل OVC ها میذاری که یه دونه OVC اینجا هست، همون OVC ها بذاری. این اتچمنتی که دارم میگم الان برای 117 لاواست، برای 117 ساده هم میذارم جلوتر. خب برلش هم گذاشتیم. دوربین نمیخواد، استوک هم نمیخواد. بریم سراغ لگدگیرش. اینه درست. خشاب 48 تایی که خودشان اینا هم که همینی که خودش گفته. بریم 117 ساده. M13 117 ساده. مازرش همینه. برلش OVC که یه دونه OVC داریم. دوربین نداره، استوکام نداره. بریم این لگدگیرش دیگه. پرکو این چیزا هم نداره دیگه. لگدگیرش اینه دیگه. بهتون بگیم گفتیم لیزر هم نداره. خشاب 48 تایی. حتما همین هایی که میگم و بذارید، خوب میشه اتچمنتتون. اینا هم همین اولی هم میذارید. اتچمنت 117 سادمون هم. بریم یه دونه M13 هم بهتون بگیم. M13 هم روی ساده بشه. مازر نداره. برلش این هستش. دوربین نداره. استوک بذارید یه لحظه. استوک این یکی اینه. پرک نداره. لیزر هم نداره. بریم لگدگیرش که فکر کنم اگه درست گفته باشم لگدگیر یه لحظه. همین. خب الان یه لحظه صبر کنید، بریم اتچمنت ها رو بهتون نشون بدم.
این از اتچمنت HSمون. اینا از اتچمنت HSمون. اتچمنت 117 که چیدیم لاوا. این هم از اتچمنت 117. اتچمنت بعدیمون M13. اتچمنت 117 ساده. آقا خوشحال میشم این ویدیو رو ساب و لایک کنید اگه خوشتون اومده. حتما ویدیوهای دیگه هم ببینید، ساب هم بزنید. ممنون دوستان.